بسم الله الرحمن الرحیم. امروز داستان دیگری از اصحاب پیامبر رو میخونیم. داستان شخصیتی شگفت‌انگیز، داستانی که شاید برای خیلی از ما باور کردنی نباشه حالات و رفتار اون. داستان کسی که غم بزرگی رو بر قلب مسلمانان و قلب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد کرد، اما توبه کرد و توبهش پذیرفته شد و مسلمان شد و جزو یاران پیامبر قرار گرفت و جبران کرد. شخصیتی که تاریخ نگاران در موردش میگن بهترین انسان رو بعد از محمد صلی الله علیه و سلم این کشت و همین شخصیت بدترین انسان رو در روی زمین باز کشت. یعنی قاتل بهترین انسان بعد از پیامبر و قاتل بدترین انسان در روی زمین. این چه کسیه که قلب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو به درد آورده؟ اون زمانی که حمزه ابن عبدالمطلب رو، عموی پیامبر رو، در جنگ احد شهید کرد. و باز این چه کسیه که قلب مسلمانان رو شفا داد و درمان داد و شادمان کرد در اون لحظه‌ای که مسیلمه ابن کذاب رو در جنگ یمامه کشت؟ بله، این وحشی ابن حرب حبشی هست که معروف، یعنی کنیش هست به ابی دسمه. ابی دسمه که البته به نام وحشی دیگه شهرت پیدا کرده در تاریخ. داستان بسیار غمگین و خونباری داره وحشی. بذار ما این داستان رو بشنویم همان گونه که خودش داره این داستان رو برای ما تعریف میکنه. وحشی میگه من پسر بچه‌ای بودم، نوجوانی بودم یا پسر بچه‌ای بودم که بالاخره برده جبیر ابن مطعم بودم، یکی از بزرگان قریش، که البته این برده عموش بود و بعد برده این در واقع قرار گرفت. میگه عموی جبیر ابن مطعم توایمه بود. توایمه خوب داشته باشید، توایمه بود. میگه توایمه، حالا من میگه از بچگی برده اینها بودم، غلام اینها بودم، یعنی بردهشون بودم دیگه. بردهداری که چیزی بود که در اون زمان رواج داشت. میگه بردهشون بودم و در روز جنگ بدر به دست حمزه ابن عبدالمطلب این عموش که توایمه بود کشته شد. خب جبیر ابن مطعم میگه خیلی ناراحت شد، خیلی به شدت اندوهگین شد و قسم خورد به اون برقر معروف بت‌هایی که واسطه میکردن بین خودشون و خدایانشون رو، بین الله، مثل لات و منات و عزا و فلان. گفت به لات و عزا قسم که من حتما انتقام عموی خودم رو میگیرم و به بدترین وضع کسی که عموی من رو کشته خواهم کشت. و میگه این دنبال یه فرصت میگشت که بتونه از حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر انتقام بگیره، تا اینکه بالاخره زیاد طول نکشید که میگه پرچم‌ها برای انتقام از جنگ بدر برافراشته شد و جنگ احد شکل گرفت و اومدن که برای اینکه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یارانشون انتقام جنگ بدر رو بگیرن. لشکرهای بزرگی جمع شد، نیروهای فراوانی آماده کردن به فرماندهی ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان ابن حرب هم تعدادی از زنها رو همراه در این سپاه قرار داده بود، از زنان سرشناس و بزرگ قریش رو که هم اینا بالاخره پدرانشون کشته شده بود، از جمله همسرش که هم پدرش کشته شده بود، هم برادرش کشته شده بود، هم به قول برادرانش کشته شده بودن، هم مثلا از زنانی بودن که میگه فرزند و مثلا پدر و اینها کشته شده بودن، از جمله همسرش که همسرش هم به همین صورت پدرش و عموش و برادرش در این جنگ کشته شده بود. زنهای دیگه هم که اومده بودن همه برای انتقام اومده بودن به دو علت. یکی این که این زنها بالاخره ناموسشون حساب میشدن که در این جنگ اینها رها نکنن به خاطر این زنها تا آخرین لحظه بجنگن. دو اینی که این سبب تحریک جنگجویان بشن، بتونن از مسلمان ها اینها انتقام بگیرن. در هر صورت ایشون میگه که سپاه آماده حرکت شد و جبیر ابن مطعم رو به من کرد، گفت نگاه کن ابا دسمه که همون اسم وحشی باشه، گفت میخوای تا از این بردگی آزاد بشی و نجات پیدا بکنی؟ میخوای نجات پیدا کنی؟ گفتم خب در برابر چه چیزی تو من آزاد میکنی؟ گفت نگاه کن، میخوام برات شرطی بذارم.
میگه گفتم چه شرطی، چگونه میخوای تو این کار بکنی؟ آیا به شرطی که میذاری وفا میکنی؟ گفت بله، تو اگر به شرط من عمل کردی من تو رو آزاد میکنم. جلوی همه مردم هم میگم، جلوی همه هم میگه شهادت میگیرم که این کار رو خواهم کرد. وحشی گفت خب چیه؟ گفت نگاه کن تو تیرانداز ماهری هستی، یعنی اونجا نیزه پرتاب کنه خیلی ماهری هستی. نیزه خاصی هم داشت که همیشه همراه خودش بود که این رو تیز میکرد و دارای مثلا چوب خیلی خاصی بود و نوک نیزه خیلی خاصی بود که این همیشه این با خودش همراه داشت که مثلا در نمایش‌ها اینا استفاده میکرد. گفت میدونم که تو وقتی تیر پرتاب کنی خطا نمی‌کنی. گفت بله، من تیر اگه پرتاب کنم خطا نمی کنم. گفت میخوام تیری رو بزنی، نیزه‌ای رو پرت کنی خطا نکنه. گفتم چه نیزه‌ای، چگونه، کجا رو میخوام پرتاب کنم؟ گفت میخوام که تو حمزه ابن عبدالمطلب رو در جنگ بزنی و بکشی. آزادی تو در ازای خون حمزه ابن عبدالمطلب هست. میگه منم بالاخره در پشت این سپاه حرکت کردم و قبول کردم، همه مردم شاهد بودن. این حرفی بود که این گفت. میگه در این مسیر هند همسر ابو سفیان هم از کنار من گذشت و گفت میبینم که نیزه خوبی داری و آماده هستی و مثل نور خورشید میدرخشی نیزه تو. عباد اسمه اگر راست میگی کاری بکن که سینه های ما درمان بشه و این کینه و خشم ما فروکش بکنه و با این نیزت یک شاهکاری رو به خرج بده. میگه بالاخره ما به احد رسیدیم. من قبل از این نکته رو به یادآوری کنم، یکی از مواردی که گاهی در تاریخ نقل کردن بعضیا که دچار اشتباه شدن، میگن که هند اومد. البته در تاریخ نه، در اصطلاح عمومی یا شاید اون فیلم محمد رسول الله اینا که پخش شده اون علاقات ساخته بود، میگن هند گفت من تو رو آزاد میکنم، اما این گونه نبود. این اربابش به خاطر انتقام خون عموش این رو گفته بود. روایاتی که در احادیث اومده و صحیح است اشاره به این داره. اما خب هند هم گفت من به تو هدایایی میدم، یعنی وقتی که این اتفاق افتاد هدایایی داد و این چیزی که نقل شده در همین حده. اینو حتی محدثین هم روش بررسی کردن، رو گفتن صحت در اینه که این به تشویق اربابش برای کشتن حمزه وارد میدان شد. در هر صورت چرا که حمزه سید الشهدا عموی ارباب جبیر بن مطعم رو کشته بود. میگه بالاخره ما به اونجا رسیدیم، به احد رسیدیم. میگه دو تا سپاه کنار هم ایستاده بودند و حمزه ابن عبدالمطلب رو من از قبل میدیدم، حمزه رو که حمزه چهرهش میشناختم، خودش میشناختم و جنگاور خیلی قوی بود و بر هیچ کسی چهره ایشون ناآشنا نبود، چرا که میشی عمامه خیلی خاصی میبست و یک پری از شترمرغ رو هم ایشون بر روی همون عمامه‌ای که روی سرش داشت قرار میداد که نشان از قهرمانی و امتیاز ایشون در جنگاوری بود به عنوان یک جنگجو، یک شجاع عرب، که میگه این رسم مرسوم بود. میگه در هر صورت میگه جنگ صورت گرفت و حمزه به عنوان یک شیر درنده، یک قدرت درنده که اونجا میجنگی در برابر اهل مکه داشت میجنگید و هر کی در برابرش میومد نمیتونست مقاومت بکنه و کشته میشد. میگه من هی خودم پنهان میکردم، اگر بوته خاری گیر می آوردم، مثلا درختی گیر می آوردم، اون بوته‌های خار عربی که در اون بیابان‌ها هست، مثلا اونجا اصطلاح شجر هم براش به کار میره، سنگی گیر می آوردم، خودم هی پنهان میکردم در شرایطی که بتونم فرصتی پیدا کنم تا این نیزه در دست من آرامش پیدا کنه که من بتونم این نیزه رو درست به هدف بزنم. میگه من همچنان که خودم این آماده میکردم، میگه شخصی به نام سبا ابن عبدالعزا که معروف بود از قریشیان بلند شد و گفتش که ای حمزه اگه راست میگی با من مبارزه کن. رو در روی حمزه قرار گرفت و حمزه گفت ای پسر مشرک اگه راست میگی به طرف من بیا. بالاخره این به طرف حمزه رفت. میگه همین زیاد طول نکشید که حمزه با یک ضربه شمشیر این سبا رو چیکار کرد؟ به خاک و خون غلتید و روی زمین کشتش از بین برد. میگه در این موقع من درست خودم در مقابل حمزه قرار داده بودم و نیزه رو آماده میکردم که بتونم نیزه رو پرتاب بکنم. در شرایطی میگه قرار گرفت حمزه درست روبروی من و من این نیزه رو پرتاب کردم. نیزه رو پرتاب کردم که در شرایطی در شکم ایشون فرو رفت، طوری که نیزه از میان دو پایشون نوک نیزه بیرون اومد و 2 قدم حمزه برداشت و حمزه در اونجا به شهادت رسید. در هر صورت میگه بعد که من مطمئن شدم حمزه دیگه جانش رو از دست داده و دیگه مرده، رفتم و نیزه خودم رو کشیدم و دیگه کاری نداشتم، رفتم توی خیمه نشستم و منتظر شدم تا ببینم چه بشه، چرا که من منتظر آزادی خودم بودم. من اصلا برای جنگ نیومده بودم و فقط برای این آزادی خودم بودم. کسی که می‌خواستن کشته بودم و منتظر بودم آزاد بشم. میگه جنگ بالاخره تمام شد و بالاخره کر و فر جنگ خوابید و سپاه مسلمانان شکست خورد و
تعداد زیادی هم کشته دادن. میگه وقتی که هند اومد بالاخره کشته های اینها رو دیدن و زنها دیدن، تعدادی از این اون کشته ها رو اینها مصلح کردن در اون میدان جنگ. از جمله نقل شده حمزه سید الشهدا هم اینجوری بود و که بالاخره بینی هاشون بریده شد، سینه هاشون شکافته شد و داستانی بود که در بین جاهلیت عرب اون زمان وجود داشته بود. بعد میگه که اینجا اومدن و بالاخره میگه هند هم وقتی فهمید که من اینو کشتم اومد به من هدیه داد، از دستبندهای طلای خودش و هر چه جواهراتی که داشت به من هدیه داد، گفت که بالاخره این هم پاداش از طرف من. و میگه که ارباب من هم جبیر بن مطعم من رو همونطوری که وعده داده بود آزاد کرده و حالا دیگه من آزاد شدم. اما ماجرا همینجا تموم نمیشه. وحشی در این قسمت، وحشی ابن حرب یا ابا دسمه، حمزه سید الشهدا عموی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو به شهادت رسونده به خاطر آزادیش از دست جبیر بن مطعم. خب حالا آزاد شد. ببینیم داستان چه خواهد شد. با ما همراه باشید تا روز دیگه و جلسه دیگه ای که ما بتونیم دنبال این داستان رو خدمتتون ارائه بدیم.